سال این اینفوگرافی رو خامنه‌ای خودش کشیده؟ برای مسعود، این که خامنه‌ای تو حرفه کشیدن تبحر داره موضوع شناخته شده ایه. اما این یکی به طور خاص اگر کار خودش نباشه، کار نوچهای سایبریش توی سایت رسمی میشه. نگاه کن، هم اینجا آدرس سایتش رو نوشته، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir، خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای رو بر اساس بیانات رهبر انقلاب توی این اینفوگرافیک مرور کرده. این گوشه پایین هم همونطور که ملاحظه میکنید نوشته که این اینفوگرافی بر اساس کدوم روزهای اخیر خامنه‌ای تنظیم شده. همین روزهای اخیرش بود در مورد مذاکرات هسته‌ای توی همین ماه‌های گذشته. این فلش این وسط هم قرار بوده مسیر مذاکرات باشه. اینم در واقع همون کوچه سیدعلی چپه که ظریف نباید واردش میشده، چون اینجا دیگه خطوط قرمز و علامت ورود ممنوع خورده. اما حالا بریم سراغ خود خطوط قرمز. همونطور که ملاحظه میکنید اومده توی یک فضای دایره‌ای، همه رو ریخته روی دایره. این دایره رو اومده به 5 قسمت تقسیم کرده که قشنگ با عقل گرد بسیجی بخونه و بسیجی فهم باشه. حالا میریم سراغ بخش اولش که در مورد خطوط قرمز، در مورد تحریم هاست. 1. لغو فوری همه تحریم ها هنگام امضای توافقنامه ها، اینش مهمه. 3. نپذیرفتن تعهدات بازگشت ناپذیر. 4. منوط نشدن لغو تحریم ها به اجرای تعهدات ایران. از اونجایی که هر توافقی دو طرف داره، بریم سراغ اون طرف قرارداد و ببینیم که اون چی رو امضا کرده. تازه اونم چی؟ با ترجمه همزمان توی تیویریش. بشنوید. البته ایران بایستی قبل از این که بتونه تحریم ها رو مرتفع ببینه بایستی گام های رو برداره. اگر ایران نقض بکنه این تعهدات رو، تمام تحریم ها سریعا برگشت خواهند یافت. خب اینطور که پیداست خطوط قرمز عظما توی همین اول کار همیشه یه هوا میل کرد به سمت نارنجی. یعنی دیگه جای تفسیر توش باز شده دیگه. هرچند که تفسیر هم خودش یکی از خط قرمزها بود. اینا خط قرمز شماره 2 نوشته روشن و غیر قابل تفسیر بودن قرارداد. خطوط قرمزی که توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده باید اینها دقیقاً اجرایی بشه. هنوز قلم این مذاکرات خوش نشده، برخی تفسیر دیگری کردن، بحث تدریجی بودن رفع تحریم ها رو مطرح کردن. مهم نیست که مصرف داخلی سخنان رئیس جمهور آمریکا چیست، ولی مهم اون چیزهایی است که بر صفحات کاغذ اومده. مهم چیزهایی است که بر صفحه کاغذ اومده. بسیار خوب، ما میریم سراغ همین صفحه کاغذ و خطوط قرمز بعدی. شماره 5 خدشه‌دار نشدن حمایت ایران از مقاومت اسلامی. به زبون خودمون یعنی همون صادرات بمب و مخلفات برای حوثی و بشار و حزب الشیطان و شرکا. از هر چی که بگذرن از این یکی دیگه نمیتونن کوتاه بیان دیگه ها. یعنی خطش خیلی قرمزه. جان کری میگوید ایرانی‌ها بر اساس نتایج مذاکرات دیگر نمیتوانند به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در عراق، یمن، لبنان و فلسطین کمک کنند. بله خب حالا ممکنه یکی بگه که این ادعای جان کریه. اونم تو جریان مذاکرات یک مطالباتی داشته، مصرف داخلی داره و خلاصه این حرفا. مهم قطعنامه شورای امنیتی که این هفته تصویب شد. این لازم الاجراست. آنچه که شما در پیشنویس شورای امنیت می‌بینید در ماده 11 و 12 بخشیش اصلا اینجا نیامده. این کوهی هستش از یخ که نصفش توی برجامه. اگر این تصویب بشه کافیه که یک محموله تسلیحات سبکی با مثلا آرم ایرانی در لبنان جای دیگه پیدا بشه. خب مطمئنا این انگیزه کافی است برای اتهام زنی به ایران که ایران اومده این قطعنامه رو نقض کرده. بله، قطعنامه رو نقض کرد و دوباره تحریم‌های بازگشت پذیر و تنابه‌دار و خلاصه مثل مارپله تلپی میافتن دوباره تو نقطه 0. حالا بریم سراغ خط قرمز بعدی. نپذیرفتن مصاحبه با شخصیت‌ها و دانشمندان ایران. توی این بحث شخصیت‌ها یعنی دقیقاً کیا؟ اشخاص تو بحث هسته‌ای به کی میگن؟ معلومه دیگه به کی میگن دیگه. دو باز چه چیزی باقی مونده؟
دو گفتن از این به بعد باید شما تمام مراکز نظامیتون، تمام موشکایی که تولید کردید، تمام تجهیزات و تمام متخصصین نظامیتون رو در اختیار ما قرار بدید. آها، یعنی شخصیت‌های نظامی، شمخانی و ممخانی و بعد دانشمنده هسته‌ای چی میشه؟ یک اعلام کرده از این به بعد باید تمام دانشمندان هسته‌ایتون رو در اختیار ما قرار بدید. بابا هستی مستی رو نخواستیم، چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟ این خیانت به این کشور است. رفتن این تعهد رو دادن، have been agreed. واقعا نوشته؟ حواستون جمعه؟ الان لیستش هم دادن به ایران، لیست هم دادن، فلانی رو بدید، فلانی رو بدید. یه نمونه فقط براتون بدون اسم میگم. کسی که بیشترین خدمت رو به این کشور کرده الان زنده است. 3 بار رفتن ترورش کنن نتونستن. الان هم آواره است، یعنی هیچ کس نمیدونه این خونش کجاست اصلا. اولین اسم ایشونه دادن که اینو باید در اختیار ما قرار بدید. دیگه فریادم آقا معظم رهبری هم بلند شده، بیدار باشید مردم. البته فریاد که چه عرض کنیم، این ناله عظما تو لگدمال شدن خط قرمزهای بعدی هم شنیده میشه. نگاه، شماره 10، نپذیرفتن موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس. یعنی آژانس اصلا این وسط کیش میشه؟ آژانس توکیو. حالا بریم تو برجام ببینیم اونجا چه خبره. برجام 5 تاریخ مشخص شده. روز اجرای توافق روزی هستش که ایران به همه تعهداتش عمل کرده و آژانس تایید کرد و این نقش آژانس در این حوزه برجسته است، به این معنی که اگر آژانس به هر دلیلی تایید نکنه کارهایی رو که ایران انجام داده، در عمل شما به روز اجرا نخواهید رسید. آقا حالا بیا این ور بازار، بیا اینجا یه خط قرمز داریم درشت، شماره 12، نپذیرفتن نظارت و بازرسی‌های غیر متعارف. حالا که این غیر متعارف رو شفاف سازی کنه ببینیم یعنی چی؟ نظارت ها در پروتکل الاغی anywhere و anytime، هر مکان و هر زمانی تو این ایران، هر نقطه‌ای در ایران خواستن باید در اختیارشون قرار بدید. رفتن این رو هم تعهد دادن. بعدی باز چه تعهد دیگه دادن؟ The International Atomic Energy Agency، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، will be permitted، مجاز خواهد بود. چیکار بکنه؟ The use of modern technologies، از تکنولوژی مدرن استفاده کنه. سوال، این همه نظارت ها تو ژنو گفتید، اینا مگه غیر مدرن دستگاهتون؟ میدونه اینجا مدرن که میگه یعنی چی؟ یعنی قرار دوربینه ها دیگه آفلاین، دوربینه قرار آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچهای ما رو دیگه رصد میکنه. تو رو به خدا قسم کی دیگه جرئت میکنه که رو سانتریفیوژ اصلا قدم بزنه؟ رفتن این تعهد رو هم دادن به آمریکایی‌ها. غلظت جام زهر رو میبینید؟ این هم تعهد داده. حالا میریم این گوشه، میرسیم به دستاوردهای علمی. خط قرمز 16، عدم پذیرش محدودیت‌های بلند مدت. 17، تعطیل نشدن دستاوردهای هسته‌ای. 18، 190,000 سو برای غنیسازی. بالاخره 20 سال صنعت هسته‌ایش کار کرده، رسیده به این نقطه دیگه. حالا ببینیم که از اینجا به بعد از توافق به کجا میرن. آنها 13,000 سانتریفیوژ خود را برخواهند داشت. آنها راکتور آب سنگین خود را با سیمان پر می‌کنند تا اینکه پلوتونیوم تسلیحاتی در آن تولید نشود. این بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی است. طی 10 سال آینده غنیسازی نکند، 98% اورانیوم غنی شده خود را کنار بگذارد و این میزان ذخیره تا 15 سال آینده ثابت بماند. بر اساس این بند 12 که وجود داره، به شرطی اون بعد از 10 سال وضعیت عادی میشه
که مشکلی در طول راه پیش نیاد. آیا در این 10 سال شما میدونید آقای اوباما حدود 19 ماه دیگه بیشتر رئیس جمهور نیست، شما 2 تا یا 3 تا رئیس جمهور دیگه میتونید در آمریکا داشته باشید. در طول این 10 سال اگر رئیس جمهوری بیاد، جمهوری خواه باشه، تندرو باشه، بریم سراغ خط قرمز 14. 14 چی میگه؟ متوقف نشدن توسعه دفاعی کشور. این دیگه قرمز جیگریه، یعنی به دل و جیگر خامنه‌ای ربط داره. بریم ببینیم که تو این توافق بر سر این خط قرمز چی اومده. دیگه مقام معظم رهبری 20 فروردین فرمود مسئولین نظامی معزون نیستید به بهانه نظارت اینا رو اجازه ندارید. این جمله میدونی یعنی چی؟ در دید عوامانه من معنیش اینه من از مذاکره کنندگان کاری با اینا ندارم، به اینا امیدی نیست، من فرمانده کل قوا هستم، مسئولین نظامی شما تحت فرماندهی من هستید، حق ندارید اجازه بدید. امروز دوباره آقا فرمود، هفته قبل عراقچی اومد تو کمیسیون گفت ما اجازه شد دادیم. این خیانت محض است. مراکز نظامی رو شما موشک‌ها رو متخصص نظامی در اختیار اینا قرار بدید. میدونید اون وقت چی میشه؟ آماده باشید آمریکا با یک موشک‌های ایران رو حتما بزنه. کشور وقتی که تضعیف شد آمریکا حمله خواهد کرد. دارن کشور رو به سمت جنگ میبرند. بابا هسته‌ای رو نخواستیم، به خدا قسم با یکی از اینا بعد از لوزن گفتم من دیگه دست و پات میبوسم، ما دیگه انتقاد نداریم، هرچی گفتیم که گوش ندادید، دیگه دست و پاتون رو میبوسیم، شما رو به خدا قسم امنیت این مردم رو از بین نبرید. این خیانت محض است. کجا الان نوشته؟ کجا نوشته؟ براتون بخونم. بند 58 این گزارش من براتون میخونم. انشالله من اینا رو نفهمیدم. دیگه فریاد مقام معظم رهبری بلند شد. هر چی میگه مطلقا گوش نمیدن. سریعا اومده، سریعا تو تلویزیون هم شنیدم، تو کمیسیون اومده گفته ما اجازه شد دادیم. راست میگه، تو این نوشته have been agreed. چرا رفتید اجازه دادید؟ شما برای اینا قرار بود جشن بگیرید؟ خب آقا اینا هم که همه دیگه زرد شد. اینجا چند تا هنوز مونده که یه ذره قرمزی توش داره. خیلی هم مهم هم هست اتفاقا، بحث عزت و حشمت و قدرت عظماست. خط قرمز شماره 8، حفظ عزت ولی فقیه و قبول نکردن تحمیل، زور، تحقیر و تهدید. این دیگه خیلی مهمه. این نتیجه مذاکرات باید میافتاد تو جیب عزت عظما. اما حالا وضعیت این جیب چطوریه؟ ما با کشور و کشورهایی، حالا آمریکا هم فقط نیست، پس فردا ما با چین مشکل پیدا کنیم توی مباحث اقتصادی. این دست ایران زیر ساطور این 5 کشور خواهد بود حداقل برای 10 سال. با روسیه دعوامون بشه سر حوزه، میگن سازمان ملل ما میتونیم به قول بینندگان حالتون رو بگیریم، به قول خودمون هم استفاده میکنیم. بابا اینا عزت نظام رو هم که ساطوری کردن که ظاهرا ظریف و شرکا هیچ کدوم از این تابلوها رو ندیدن، یعنی همینجوری راست شکمشون رو گرفتن و پیچیدن سمت جاده سید علی شب. البته به نظر میاد که اونجا هنوز یه خط قرمز باقی مونده. از حق نگذریم، دیگه تمام و کمال رعایت شده. شماره 6، انجام مذاکرات فقط تا سطح وزرای خارجه. فقط سال جان ببخشید، ولی مطمئنی که این که قرمز مونده؟ آره دیگه بابا، دیگه ده سطح وزیر خارجه بود دیگه، هر چی تصویر بود، ظریف کری، ظریف موگرینی، ظریف شرمن دیگه. نه دیگه، این جلوی صحنه است. اصل مطلب اینجاست که اون گوش و موشه ها ریموت دست یه عده دیگه بود. مثلا از دونه درشتای جام زهری مثل داداش شیخ فری هم کنار ظریف نشسته بود، کار کنترل میکرد. پشت صحنه مذاکرات هم از جلوی صحنه مذاکرات جذابتر پیگیری میشد. مثلا در طول مذاکرات همواره این سوال ذهن ملت رو درگیر کرده بود که مگه جناب ظریف الممالک مسئول تیم دیپلماسی مملکت در این مذاکرات نیست؟ پس این وسط نقش خاص و ویژه حسین آقای فریدون توی مذاکرات چیه؟ پس با این حساب تنها جایی که واسه این اینفوگرافی میمونه ریسایکل بین سایت عظماست دیگه.
از اون اول معلوم بود که نظام ولایت فقیه آشولاشتر از این حرفاست که بتونه توش خط قرمزی دووم بیاره. حکایت همون مشنگه است که همینطوری 3-4 تا چراغ قرمز رو رد کرد، بعد پلیس بهش گفت چیکار داری میکنی؟ طرف گفت والا من دارم آدرسی که به دادن نمیرم. نوشته چراغ قرمز اول رو رد میکنی، دومی هم رد میکنی، سومی هم رد میکنی، بعد میپیچی اون طرف. ظریف هم تابلو رو ندیده، پیچیده تو کوچه خط قرمز. اگه اهل قصه نیستی